سلام ماهترین ها، به کانال مهشید تاروت خوش اومدید. سلام دوستان عزیزم، امیدوارم که حال دل همتون خوب باشه. دوستان گلم، همین ابتدای ویدیو ازتون درخواست میکنم که لطفاً چنل منو لایک و سابسکرایب کنید که به من یه انگیزه‌ای بدید برای ضبط ویدیوهای بعدی. خب دوستان گلم، همگی با هم قرار نیت بکنیم ببینیم تو 25 روز آینده قراره چه اتفاقی برای ما بیفته. لطفاً همتون با هم به من انرژی بدید و تو دلتون نیت کنید. حالا نیتتون عشقی، کاری، نمیدونم خرید خونه است، خرید ماشینه، هر نیتی که دارید لطفاً اونو تو ذهنتون بیارید و تمرکز کنید. کارت های تاروت لطفاً ما رو هدایت و راهنمایی بکن ببینیم که قراره چه اتفاقی برای ما تو 25 روز آینده بیفته. دوستان عزیزم، 3 ثانیه دم نفس عمیق بکشید، 3 ثانیه، 6 ثانیه نفستون رو لطفاً حبس کنید و 9 ثانیه بازدم. من با شما و به نیت شما بر میزنم ببینم کارت های تاروت به ما چی میگن. کارت های تاروت به ما چی میگن و قراره چه اتفاقی بیفته. خب اولین کارت، برگه ها بزرگن و خب دوستان گلم، نیت کردید؟ این اولین کارت. دومین کارت. سومین کارت. چهارمی. پنجمی. ششمی. هفتمی. هشتمی و نهم. خب عزیزای دلم، خانمای خوشگل، دخترای قشنگم، این کارت ها دارن یه پیغام میدن به ماها، به همه ماها. ببینید این کارت داره میگه که شما از یک مسیری خسته شدید. حالا اون مسیر ممکنه کاری یا عشقی باشه و شما تصمیم گرفتید که اون رو رها کنید و برید. الان در حال حاضر شما با یه مشکلات و موانعی روبرو هستید و یه درگیری ها، یک چالش های مالی دارید، اما این کارت نشون میده که شما به زودی به ثبات میرسید و این چالشی که از نظر مالی براتون پیش اومده به زودی تموم میشه. عزیزای دل من، شما توی محل کار، توی اقوام، توی روابطی که دارید دچار یک بحث و کشمکشی میشید. ممکنه یه عده به شما حسادت کنن و یا حسادت کردن و باعث ایجاد یک چالش و یک درگیری ذهنی برای شما شده، اما این کارت نشون میده که شما حق با شماست. خب و شما
به سلامت از این مرحله و از این چالش ذهنی عبور میکنید و این درگیری ذهنی که دارید، این آشفتگی ذهنی که دارید به زودی برطرف میشه عزیزای دلم. و همچنین این کارت ها دارن به شما از یک رؤیا بافی خبر میدن. ممکنه به شما یک پیشنهاد کاری، یک پیشنهاد عشقی، پیشنهاد یک رابطه یا چیزی بشه، اما کارت ماه و این کارت 7 جام داره نشون از یک رویا بافی، یک فریب، یک نیرنگی میده. پس حتما مواظب باشید و حواستون رو جمع بکنید. انشالله که این مشکلاتی که دارید، این چالش های ذهنی، مشکلات مالیتون تو 25 روز آینده برطرف میشه و این تصمیمی هم که گرفتید برای دل کندن از یک شخص یا اینکه رها کردن شغلی که دارید تصمیم خوبیه و سرانجام خوبی خواهد داشت. دوستان عزیزم، ازتون خواهش میکنم که این ویدیو رو لایک کنید، چنل من رو سابسکرایب کنید و اگر از این ویدیو خوشتون اومد برای دوستاتون بفرستید. و در پایان مثل همیشه یادتون نره دنیا هر روز براتون یه نشونه داره.